مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه تیم میگه منم داشمی رو آقای گلزار جابجا. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستیم. امیدوارم که هر کجای این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. این روزها ما شاهد دعوا و درگیری یه سری از سلبریتی ها با یک سری از مسئولین مفتخور و هیچی نفهم اصطلاحاً در فضای مجازی هستیم و یه سری از فوتبالیستا، یه سری از سلبریتی ها حمله میکنن به یه سری از نماینده‌های مجلس، مسئولین و افرادی که نه سواد دارن، نه عقل دارن، نه شعور دارن، نه هیچی ندارن، تعطیل کلا نگم براتون. که در آخرین نمونهش هم حتی میتونیم اشاره بکنیم به ماجرای دعوا و درگیری علی دایی با سید کاظم موسوی، نماینده مردم اردبیل در مجلس. که این آقای کاظم موسوی که این چهره اصلا واقعا اعجوبه ای هستن بر خودشون، یعنی پدیده ای در شرور بافی که حالا جلوتر میپردازیم به این پدیده. ماجرام از این قرار بود که این دختر خانم اسرا پناهی، دختر 15 ساله‌ای که دانش آموز دبیرستان شاهد بود و میدونید که جدیداً توی مدارس ایران دانش آموزا رو اجبار کردن که سرود سلام فرمانده رو اجرا بکنن و بعضا مثلا میبرنشون استادیوم شهرشون، میبرنشون محل برگزاری نماز جمعه، میبرنشون جای بزرگ و میگن که سرود سلام فرمانده رو باید بخونید. یعنی اگر این اسمش دیکتاتوری نیست بفرمایید به من بی سواد بگید چیه که دانش آموزا رو شما اجبار میکنید که باید سرود سلام فرمانده رو بخونه. از این رو خانم اسرا پناهی به همراه چند تا از همکلاسیاش که ایشون متولد اول فروردین سال 1386 15 سالش بوده دیگه، حالا خدا رحمتش کنه، مامورای لباس شخصی و ماموران امنیتی حمله میکنن به دبیرستان شاهد و با دانش آموزا رو کتک میزنن و با توجه به این حجم ضرب و شتم و چیزهای مختلفی که اتفاق میفته خانم اسرا پناهی کشته میشه. یعنی شما ببینید سطح جنایت تا کجا که حتی دانش آموزا رو هم میزنن، چیزی که در همه جای جهان قفله. البته ببینید که سطح اعتراضات مردم چقدر گسترده شده که به دبستان‌ها و راهنمایی‌ها و دبیرستان‌ها هم کشیده شده. این نشون میده که جامعه ما آگاه‌تر شده و عاقل‌تر شده. بعد از اون مثل طبق روال همیشه رسانه‌های بودجه بگیر دولتی، رسانه‌های زیرخواب نهادهای مختلف، سازمان‌های مختلف که بودجه میگیرن و نونشون رو اون خبرنگارهایی که تو اون خبرگزاری‌ها هستن مثل فارس و ایسنا و مهر از خون مردم به دست میارن و میزن تو خون مردم اون خبرنگارا و دروغ و چرت و پرت به خورد مردم میدن و اومدن گفتن که خانم اسرا پناهی مثل بقیه، مثل مهسا امینی ها و نیکا شاکرمی ها و افراد دیگه بیماری زمینه‌ای داشته، نمیدونم مشکل از قبل داشته، مریض بوده، یکی دیگه میگفت که خودکشی کرده، یکی میگفت بیماری قلبی داشته و از این صحبته. خلاصه به هر دری میزنن با چسبوندن هر شروری بخوان موضوع رو ماسمالی بکنن. اما این در حالی هستش که به حال بیخود نیست که به علی دایی میگن اسطوره. علی دایی سکوت نکرد و نسبت به این قضیه واکنش نشون داد و عصبانیتش هم از کجا بود؟ از واکنش نماینده اردبیل در مجلس. ببینید خبرگزاری تاپناک هم خبرشو زده که اومد اول گفتش که آقا جمع کنید این صحبت ها رو، این دروغا رو جمع کنید، بچه رو زدید کشتید، بگید کشتیم، چرا میگید که بیماری قبلی داشته، بیماری زمینه‌ای داشته؟ نماینده مجلس که کلا اینها یعنی نگم براتون امثال این آقای سید کاظم موسوی خب دیگه مشخصه دیگه، یعنی تخم مرغای در دیگه نمیمالونن، یعنی میذارن تو دهنشون مثل آب نبات خورد میدن. ایشون هم از همون دسته آدم هاست که جالبه بدونید که این آقا با 59,000 تا رأی رفته تو مجلس، به عنوان نماینده مردم شده. حالا جلوتر برای شما اظهار نظرهای پشم‌ریزونش رو میذارم با 59,000 تا رأی داره واسه
بیش از 160 میلیون ایرانی اظهار نظر میکنن. چون میدونید که ما 80 میلیون ایرانی داخل ایران داریم، 30 میلیون هم خود ایرانیای خارج از کشورن، عراق و سوریه و اینا هم جزء جمعیت ایران، ما خرجشون ما میدیم دیگه. ما برای 160 میلیون نفر ایشون اظهار نظر میفرماید. حالا چی گفته؟ گفته که حجت الاسلام سید کاظم موسوی در جلسه علنی امروز یه دونه تذکر شفاهی داد و گفتش که اخیراً اغتشاشاتی در اردبیل شاهد بودیم که بنده باید بگم اغتشاشگران اردبیلی نیستن. یعنی هر جایی که مردم اعتراض بکنن میشن اغتشاشگر، میشن منافق. اصلا ما چیزی به اسم اعتراض نداریم که اینقدر مملکت گل و بلبله ماشاءالله ما داریم تنه میزنیم به تنه کشورهای اروپایی، امریکایی و سوئیس و آلمان و جای. اعتراض چیه؟ مردم در عشق حال و کیف و کوکن. پس کسی که اعتراض میکنه احتمالاً از خارج داره میاد و حسودی میکنه به این همه امکانات ما، میاد تو ایران اغتشاش بکنه که مردم این رفاهشون از دست بره. حالا بریم جلوتر. بعد گفته که مردم اردبیل معتقد به پایگار انقلاب و نظام هستن. ما بالای 3500 شهید در اردبیل داریم. یعنی دقیقاً دارن از جیب شهدا خرج میکنن. خب و مردم این استان پایبند به نظام ارزش‌ها هستن. والا اگر خانواده شهدا راضی باشن شما این حرفا رو میزنید. نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تأسف میخورم که برخی چهره‌های شاخص کشور و اسطوره‌ها به این مسائل میپردازند. امنیت کشور باعث شد که عده‌ای اسطوره شوند. با پول محرومان ورزشگاه ساخته ایم تا عده‌ای دیده شوند، اما امروز از اغتشاشگران حمایت میکنند. حرف بنده به این افراد این است که احترام خود را حفظ کرد و در رفتار خود تجدید نظر کنند. موسوی تاکید کرد دشمنان الان دنبال کشته سازی است، اما حتما بهره‌ای نخواهد برد و به هدف خود نمیرسد. یک دختر در اردبیل اخیراً خودکشی کرد و اصلا او به مدرسه نمیرفت. یعنی کلاً مدرسه رفتن بچه رو هم ایشون تکذیب میکنه. آقای نماینده مجلس، آقای سید کاظم موسوی، شما با این حرفتون بیسوادی خودتون رو دارید به رخ حریفان میکشید. در کشورهای اروپایی اگه کسی نره مدرسه به زور میبرنش مدرسه. اصلا قانونه، مگه میتونه کسی درس نخونه؟ پس این ضعف قانون امثال شوتی مثل شما تو مجلسه. پس شما شوتید که توی مدرسه قانونی تصویب نکردید که این دختر نره مدرسه. بعد میای این مصاحبه رو میکنی، این مصاحبه خودتو با این مصاحبه داری خودتو دیس میکنی. بفهم. الان اینو من دارم بهت میگم انتقاد نیست، تا به من نگو رسانه معارضه، من دارم یه چیزی یادت میدم شعورت بره بالا. تو باید بری قانونی تصویب کنی که اصلا کسی اینقدر بستر مدرسه رو خوشگل و باحال بکنی که اصلا طرف اگه نره مدرسه تنبیه باشه براش. تو کشورهای اروپایی بچه رو میخوان تنبیه کنن، میگن مدرسه نرو، بچه گریه میکنه، میگه ای من چرا نباید برم مدرسه؟ اینقدر فضای مدرسه براش قشنگ و زیباه. بعد به زور باید بچه درس بخونه، میگه چند وقتی مدرسه نمیرفته. این خوبه. حالا این موضع‌گیری‌هاش حالا جالب‌تر هم میشه. ادعای عجیب نماینده اردبیل، یعنی همین کنتور نمیندازه دیگه، میبینه مصاحبه داره انجام میشه. حالا جلوتر واکنش علی دایی هم به این صحبتاش براتون پخش میکنم. ببینید چی بوده. گفته که دختر اردبیلی فوت شده، اصلا دانش آموز نبوده، به جهنم که اسرا پناهی قرص خورده و مرده. این شعور نماینده مجلسه. به جهنم گفتنش. بعد گفته که در رابطه با فوت یک دختر نوجوان در حوزه انتخابی خود در گفتگو با سایت دیدبان ایران ادعای عجیب مطرح کرد. گفته که موضوع کشته شدن دختر دبیرستانی از کل دروغ است و این فرد خودکشی کرده. بعد گفته شده که همون داستان براتون تعریف کردم که نیروهای امنیتی اومدن تو بیمارستان، تو مدرسه شاهد و اومدن اینا رو کتک زدن و بعد از اونم 10 تا دانش آموز مجروح شدن و 7 تاشون هم دستگیر شدن و علی دایی هم واکنش نشون داده بود نسبت به این قضیه. بعد اومده گفته که موضوع کشته شدن دختر دبیرستانی از کل دروغ است. ماجرا از این قرار است که پدر این دختر 2 سال پیش نامزد این دختر رو به قتل رسونده و طبق قانون محکوم به اعدام شده که حدوداً 1 ماه پیش هم حکم قصاصش اجرا شده. ادعایی که آموزش و پرورش و برخی رسانه‌ها درباره این دختر مطرح میکنن اصلا درست نیست. این دختر اصلا دانش آموز نبوده و بر اساس اتفاقی که رخ داده با خوردن قرص برنج خودکشی کرده و اصلا به جهنم که قرص خورده و مرده. بعد از اون طرف هم گفته که مدیر کل امنیت انتظامی استان
استانداری اردبیل هم این قضیه رو تکذیب کرد. این هم شعور آقای نماینده مجلس. اما خب دیگه علی دایی اصلا تو کتش نمیره این صحبت ها. یعنی بذاره یه کسی بخواد اینقدر راست دروغ بگه، اینقدر راست توهین بکنه، به حال بی خود نیست که به امثال علی دایی میگن اسطوره. اومد یه پست منتشر کرد که میتونید ببینید، قطعا خب خیلی هاتون دیدید، بیش از 1 میلیون هم این پست لایک خورده. گفته که درود به مردم شریف ایران. با توجه به جفسازی های اخیر صدا و سیما، برخی خبرگزاری ها و مجلس لازم دانستم مطلبی را با شما عزیزان در میان بگذارم. آقای سید کاظم موسوی نماینده اردبیل در مجلس، سوالی برایم پیش آمده است که امیدوارم جوابش را از شما بگیرم. در کدامین ورزشگاهی که شما ساخته اید من به اینجا رسیدم و دیده شدم که باید پاسخگوی شما باشم و صحبت از امنیت کرده اید که تامین امنیت وظیفه هر دولتی؟ راست میگه، میگفتش که ما از پول محرومان گرفتیم واسه شما ورزشگاه ساختیم. بابا شما پول محرومان رو میگیرید، یه چاله براش میکنید، سری دزدی بکنید، بخوریدش ببریدش، بدید به اون فاضل آبزاده و انگل زاده و آقازاده هاتون وردن بیارن خارج از کشور، واسه مردم خرج میکنید. فکر مردم سریع قانون تصویب میکنید، اون فک و فامیلتون یه خودروی وارد کشور بکنه، یه ماشینی، یه نمیدونم چیزی وارد کشور بکنه. یعنی فقط ببین نماینده مجلس 90%شون به دنبال رانت کردنن که بتونن یه دزدی واسه فک و فامیل خودشون بکنن. 90%شون تا بوده هم همین بوده. سری قبل که کلا 80-90 تا از این نماینده مجلس رد صلاحیت شدن. نماینده مردم کل ایران 80-90 تاشون رد صلاحیت شدن، گفتن آقا اینا انقدر دزدی کردن، با این همه رانت و لابی، با این همه باجی که میدادن رد صلاحیت شدن. یکیشون رو با دختر گرفتن، یکیشون رو کار گرفتن، ماشاءالله همه هم خروس کلا 30 ثانیه، یکیشون رو نمیدونم در حین دزدی گرفتن، یکیشون در حین رشوه گرفتن، یکی مدرک تحصیلیش جعلی بود، یکیشون عشق خارج بود، یکیشون دوست دختر. یعنی هر کدومشون یک کثافتکاری داشتن. اونایی هم که میبینید داخل مجلس خیلیشون دیگه لابی و پارتیشون کلوف بوده که تونستن بمونن، اونا هم گندکاری داشتن. بگذریم. و با توجه به صحبت‌های عمومی اسرا پناهی در صدا و سیما که عامل مرگ را بیماری مادرزادی و نارسایی قلب عنوان نمودند، این جانب قبول ندارم. راست میگه، اسرا پناهی سال 97 مقام گرفته توی مسابقات شنا. چجور بیماری قلبی داشته که در بیمارستان فاطمی اردبیل اتفاق افتاده است. پس خودکشی دختر نازنین شهرم صحت ندارد و شما راست نمیگویید. به حال علی دایی لامصب اسمشو تریلی نمیکشه، کل دنیا میشناسنش، 200 آدم تو اون شهر میشناسه، حداقل 50-60 تا اطلاعاتی تو اون شهر میشناسه. ختم کلام، یه خط از آخرش بهتون گفتم. بهش آمار دادن که داداش این قضیه رو ماسمالی کردن، دارن دروغ میگن. اومده این پستو گذاشته. قابل توجه نماینده با شعور مجلستون اونجا که میگید به جهنم که خودکشی کرد. آقای موسوی، شما نماینده مردم اردبیل در مجلس هستید یا سخنگوی دولت؟ راست میگه، با 59000 تا رأی رفته تو مجلس، داره سخنگوی دولت رو میکنه. اگه از مشکلات و کمبودهای شهر و مردم اردبیل خبر داشتید، چرا خاموش بودید و خاموش مانده اید؟ و چرا در مجلس و دولت صدای مردم شهرتان نبودید که اگر بودید کار به اینجا ختم نمیشد؟ در پاسخ به اخبار منتسب به این جانب در صدا و سیما برخی خبرگزاری‌ها لازم به ذکر می‌دانم اطلاعات من از زادگاه هم اردبیل کامل می باشد و اگر به صحت مسئله نرسم هیچگاه اظهار نظر نمی‌کنم. یعنی دهنو ببند، درشو بذار، من از تو آمارم بیشتره، میدونم خبر خودکشیش چرت و پرت، بیماری قبلی هم زر اضافه، به من آمارشو رسوندن، من خیلی خودمونی کوچه بازارشو بهتون گفتم که جا بیفته واسش. از این پس به یک اجتماع برسم، بعد از آن خبر را منتشر می‌نمایم. تاریخ ثبت کرده و می‌کند و خواهد کرد. چه کسانی دروغگو هستند. من خودم را اسطوره نمیدانم و بارها گفتم من از جنس همین مردمم. علی دایی. بعد شما داری آقای دایی واسه این چهره داری واسه این توضیح میدی؟ همین آدم کسی بود که سال گذشته توی فکر میکنم آذر ماه بود اومد مصاحبه کرد، همین سید کاظم موسوی که با 59000 رای رفته مجلس واسه کل مردم داره تصمیم گیری میکنه، گفته که ورود آلات موسیقی به صلاح جمهوری اسلامی نیست. انگار سرود ملی رو با دبه میزنن و حلب، انگار همون سرود فرماندهتون رو با اون یغلبی و چیزهای مختلف زدن. همین آقا گفته بوده که ورود آلات به کشور نباید صورت بگیره، آلات موسیقی، آلات که تو اینا
آلات موسیقی منظورمه. بعد خودش جالبه اومد صحبت خودش رو گردن نگرفت، گفت نه من کی همچین حرفی زدم، من کجا گفتم ورود آلات موسیقی به کشور ممنوعه. بعدش سایت دیدبان که خودش این مصاحبه رو پخش کرد فایل صوتی آقای نماینده مجلس رو پخش کرد، گفت بابا زر نزن بیا برات فایل صوتی تو میذارم خودت گفتی دیگه، مثل اینکه اون موقع رو مواد رو چیزی بودی نمیفهمیدی، بیا من فایل صوتی. اساسی نیست که باشد نباشد عینک به قول آفتابی باشد نباشد به قول برای چیه؟ یا مثلا آلات قمار و موسیقی اینا خب ارزش نداره که اگر خب کسی دنبال این مسائل هست به قول تو کشور اگر کسی دنبال این مسائل هست تو همه سو کارشو انجام میده، در هر حال نمیشه جلوش گرفت، در به قول خلوت هم نباشه در خلوت انجام میده. یا اینکه نه اگر اینجور آدمیه دنبال مثلا به قول منویات و امیال شخصی و به قول غریزه شخصی خودش هست، خب بالاخره کشورهای دیگر راهشون باز خیلی هم اینجوری نیست. بله، یعنی شما میخواد یه همچین آدمی با همچین تفکری باعث بشه که اون مملکت پیشرفت بکنه؟ کسایی که دغدغه‌شون گیتار و کیبورد مردمه، دغدغه‌شون آلات موسیقی مردمه، با این آدم ها شما میخواد کشور پیشرفت بکنه؟ بارها و بارها هم گفتم آمریکایی ها دوست دارن این آخونده و جمهوری اسلامی آدم های شوت باشن تو اون کشور. میگه نگاه کن یارو چقدر شوته تو مجلس، ببین چه چیزایی رو داره اولویت قرار میده. خب بذار همینا باشن، همین اسکولا میمونن تو مجلس، همینا هم باعث میشن که نخبه‌هاشون از اون کشور فرار بکنن، اون کشور با اون همه قدرت و عظمت دست همین پشمکا باشه و ما تو دنیا بشیم قدرت اول منطقه. اگه 4 تا آدم حسابی تو مملکت برن تو مجلس و قدرت رو در دست بگیرن، فکر میکنید که دیگه کشوری مثل امریکا و اسرائیل و جای دیگه میتونن قد علم بکنن؟ کشورهای اروپایی میتونن قد علم بکنن بشین قدرت اول جهان با این همه نخبه‌ای که داریم، با این همه ثروتی که داریم، با این همه استعدادی که داریم. ما میگم بذار از اینا سوسکی حمایت بکنیم، همینا باشن، کار میره جلو. در صورت مرسی از شما، مرسی از علی دایی که کلا به این امثال این آدم ها باج نمیده و میشونتشون سر جاشون. ممنون از شما و اگر دوست داشتید ویدیو رو برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید، نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو برای ما کامنت بکنید. اگرم حال کردید با ما کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. ممنون از شما.